سلام و درود. در ادامه ما میخواهیم با عجیب ترین و غیر معمول ترین رسوم ازدواج آشنا شویم. در جوامع مختلف روی کره زمین رسوم و سنت‌های مختلفی برای ازدواج وجود دارد. بعضی از این رسوم ممکن است برای بعضی افراد عجیب یا غیر معمول به نظر بیایند. در اینجا چند رسم عجیب و غریب ازدواج را برای شما توضیح خواهیم داد. شماره 1. جشن‌های خونین. در برخی قوم‌ها و فرهنگ‌ها ممکن است برای نشان دادن عشق و اعتزاز به همسر جدید عملیات خونریزی صورت بگیرد. برخی قوم‌ها معتقدند که خون روحیه و انرژی عشق را به همسر جدید منتقل می‌کند. این عملیات ممکن است شامل بریدن انگشتان دست و پا یا حتی قطع سر داماد و عروس باشد. شماره 2. ازدواج درخت. در برخی فرهنگ‌ها ازدواج با درختی مانند درختان بلوط یا سرو صورت می‌گیرد. در این رسم داماد و عروس با هم در کنار درخت قرار می‌گیرند و با پوشاندن پارچه یا نشان دادن علامتی روی درخت ازدواج خود را تحت سرپرستی درخت اعلام می‌کنند. و یا در بخش‌هایی از هند زنانی که به عنوان مالکلیکس متولد می‌شوند، یعنی زمانی که مریخ و زحل هر دو زیر خانه هفتم هستند، ظاهراً نفرین شده هستند و تصور می‌شوند که احتمالاً باعث مرگ زود هنگام شوهرشان می‌شود. برای مقابله با این اتفاق ابتدا با یک درخت ازدواج می‌کنند و درخت را قطع می‌کنند تا نفرین طلسم را بشکنند. شماره 3. ازدواج جمعی. در برخی جوامع ازدواج‌های جمعی برگزار می‌شود. حال چندین زوج عروس و داماد باشد. این رسم در برخی دین‌ها، فرهنگ‌ها به منظور تقویت اتحاد و ارتباط اجتماعی بین افراد جامعه استفاده می‌شود. شماره 4. نکاح موقت. در برخی جوامع اسلامی ازدواج‌های موقت رایج است. این نوع ازدواج به عنوان یک رابطه موقت و بدون تعهد برای یک مدت زمان مشخص صورت می‌گیرد. این رسم در برخی کشورها به عنوان یک راه حل برای رفع نیازهای جنسی و اجتماعی در دوره‌های محدود زمانی استفاده می‌شود. شماره 5. سیاه کردن عروس و داماد. اسکاتلند. سنت موسوم به سیاه کردن یک سنت قدیمی ازدواج در اسکاتلند است که قبل از مراسم عروسی و به عنوان نماد سخت بودن ازدواج انجام می شود. در این سنت سر و پای عروس یا داماد و یا هر دوی آنها توسط دوستان و خانواده های آنها به چیزی بدبو و حال به هم زن مانند تخم مرغ، ماهی مرده، غذای فاسد، شیر مانده، لجن یا آرد آغشته می شود. سپس آنها را به یک درخت می‌بندند یا سوار بر یک وانت روباز در سراسر شهر می‌چرخانند. هدف این سنت این است که بدترین و ناراحت کننده ترین شرایط را برای عروس و داماد ایجاد کنند و تا آنجایی که امکان دارد افراد بیشتری آنها را در این شرایط ناخوشایند ببینند. باور اسکاتلندی‌ها بر این است که عروس و داماد پس از پشت سر گذاشتن چنین آزمون سختی در کنار هم می توانند در تمام سختی‌ها و مشکلاتی که ازدواج در پی دارد عبور کنند. این سنت بیشتر در بخش روستایی شمال شرقی اسکاتلند رواج دارد. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری دارید خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید. شماره 6. رو بودن عروس رومانی. در مناطق خاصی از رومانی رسم بر این است که داماد و دوستانش قبل از مراسم عروسی عروس را دزدیده و با خود میبرند. سپس داماد باید با خانواده عروس مذاکره کند که اغلب شامل چانه زنی و چالش‌های بازیگوشانه می شود تا داماد او را به دست آورد. این سنت عنصری از هیجان سرگرمی را به جشن عروسی اضافه می کند. شماره 7. پرت کردن دسته گل. ایالات متحده.
در حالی که این سنت در عروسی‌های غربی بسیار رایج است، اما هنوز هم می‌تواند برای برخی عجیب به نظر برسد. در اواخر جشن عروسی، عروس دسته‌گل خود را میان جمعیت زنان مجرد پرتاب می‌کند. اعتقاد بر این است که زنی که دسته‌گل را می‌گیرد، نفر بعدی است که ازدواج می‌کند. شماره 8. مراسم ازدواج با گریه. چین. در مناطق خاصی از چین، یک مراسم منحصر به فرد قبل از عروسی به نام اینگجی یا ازدواج با گریه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود عروس به مدت 1 ماه قبل از عروسی هر روز 1 ساعت گریه کند. با نزدیک شدن به روز عروسی، اقوام زن به اون می‌پیوندند و اونها هم گریه می‌کنند. هدف از این آیین ابراز شادی از ازدواج آینده و همچنین نمادی از غم و اندوه ترک خانواده است. شماره 9. توف بر روی عروس کنیا. در میان مردم ماسای کنیا مرسوم است که پدر عروس قبل از رفتن با شوهر جدیدش به عنوان تبرک بر سر و سینه عروس آب دهان خود را توف می‌کند. اعتقاد بر این است که این عمل باعث خوشبختی می‌شود و عروس را از ارواح شیطانی محافظت می‌کند. شماره 10. دزدیدن کفش‌ها. هند. در برخی مناطق هند رسم بر این است که خانواده داماد در مراسم عروسی با بازیگوشی کفش‌های عروس را می‌دزدند. سپس خواهران یا دوستان عروس باید با خانواده داماد مذاکره کنند و اغلب در ازای کفش‌ها هدایا یا پولی می‌خواهند. پس از توافق کفش‌ها به عروس بازگردانده می‌شود. شماره 11 و آخرین مورد. عروسی گرفتن برای قورباغه‌ها. مورد بعدی از مراسم‌های عجیب در هند که قطعاً برای بسیاری از گردشگران خنده‌دار است، این است که هنوز هم قبایلی وجود دارند که برای راضی نگه داشتن خدای باران اقدامات عجیبی را انجام می‌دهند. در کشور هند اگر بارش باران بین ماه‌های ژوئن و سپتامبر، یعنی بین اوایل خرداد تا اوایل مهر رخ ندهد، گروهی از هندی‌ها به دلیل ترس از بین رفتن زمین‌های کشاورزی خود قورباغه نری به نام وارون، نام خدای باران، و قورباغه ماده‌ای به نام وارشا، نامی که برگرفته از بادهای موسومی و بارانزا است، را انتخاب می‌کنند و یک مراسم عروسی برای این دو جاندار برگزار می‌کنند. البته ازدواج‌های عجیب در هند فقط برای قورباغه‌ها نیست، بلکه عروسی گرفتن برای سگ‌ها و الاغ‌ها هم برای خوشنودی خدای باران در بعضی از نقاط هند انجام می‌شود. اینها تنها چند نمونه از آداب و رسوم عروسی متنوع و گاه عجیبی است که در فرهنگ‌های مختلف انجام می‌شود. دلیل غنی از سنت‌های موجود در سراسر جهان را برجسته می‌کنند که هر کدام نماد خاص و اهمیت خاص خود را دارند. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. حتما نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید و حتما ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.